و به نوبه خودم به عنوان یک ایرانی واقعی در این شرایط جنگی که هیچ شرایط جنگی نه مسخره بازی برمیداره، نه رقصیدن برمیداره، نه هیچی. حتی یک کشور غریب باشه، حتی شما اگر ببینی که به کشور افغانستان، فلسطین اشغالی یا غزه حمله کردن، کدومشون این حرکت‌های جلف و این حرکت‌های لو لول رو انجام دادن، شروع کردن به رقصیدن و پایکوبی و مسخره بازی؟ من واقعا متاسفم، اصلا روی من با حکومت نیست، روی من با کشورم ایرانه که خودم میدونم، بودم دیدم تو تهران مثلا امروز شرک غرب رو زدن، یک جایی که در واقع از دوستان ما سوپرمارکت بوده اون پای، نمیدونم آرایشگاه بوده، مشابه املاک بودن، بانک بودن. اینجا واقعا خیلی باید ما ناآگاه باشیم که فکر کنیم که رژیم آمریکایی صهیونی دنبال کمک به مردم ایرانه و میخواد بیاد بهشتی بسازه از ایران که در توهمات یه سری از افرادی است که از ایران فراری هستن و فرار کردن و انشالله که دیگه نمیتونن برگردن به ایران، چون تو خواب هم نمیتونن ببینن که نظامی مثل پهلوی که نمیتونه خانوادهش رو کنترل کنه برگرده به ایران و بخواد اونجا حکومت بکنه. تو خوابشون هم نخواهند دید، چون نیروهای مسلح ما فکر همه اینجاشو کردن. ما به راه بردشون ایمان و اعتقاد داریم، خدای خودمون رو داریم و بهش ایمان داریم. با یک نگاه سطحی میشه فهمید که کاملا این هدفهایی که دارن قرار میدن و ضرباتی که دارن وارد میکنن به کشور عزیزمون ایران از رو عمد و نابودی هست. اصلا نمیخوام اسم تجزیه رو بیارم که گارد بگیرین بگین شما نمیدونم فلانید الید دنبال همون گروه هایی هستید، دنبال روی اون گروه هایی هستید که فکر میکنن ایران میخواد تجزیه بشه. ولی حداقل میدونم تو این دوران جنگ چیزی که به چشم دیدم رو نمیتونم نگم. وقتی که جای مسکونی رو مورد اصابت قرار میدن، وقتی که شهیدایی که در واقع از مملکتمون دارن دفاع میکنن، همین فقط میرن جلو تو خط هستن دفاع میکنن به هر نوبه‌ای، اصلا اسم سپاه کار ندارم، ارتشو کار ندارم، هر چیزی که هر اسمی که دوست دارید روش بذارید، دارن زحمت میکشن. اونها هم زن و بچه دارن شهید میشن و واقعا زشته که بخواد فردی بخواد تمسخر بگیره، مسخره بکنه اینها رو و شروع کنه به بزن و برقص و به قولی دلغک بازی های این گونه. فقط آرزومند هستم که کشورم سریعتر موفق، پیروز و مؤید باشه و اون روزی برسه که به حول قوه الهی نابودی اسرائیل رو به چشم ببینیم و بعد هم نابودی آمریکا توسط چین و روسیه رو ببینیم. انشالله که قدرت از بلوک غرب به شرق بچرخه و کشور وحشی مثل آمریکا، خودخواهی مثل آمریکا که هر جا منافعش هست براش مهم نیست که کودک کشی کنه، کودک آزاری کنه و فردی مثل ترامپ معلوم الحال و روانی که جزیره اپستین بود که در واقع کودک آزاری میکرد توشو، براش مهم نبود که از چه سنی رو آزار میداد تا به چه سنی و هایی که خودتون میدونید و سرتونه کردیم مثل کپک زیر برف. متاسفم براتون، واقعا نمیدونم چی بگم، فقط آرزو موفقیت میکنم برای ایران عزیزم.